این هفته خبر تو خبر داره براتون از دهه زجری که بعد از 35 سال پاک نخنما شده و دیگه چیزی از وعده های تو خالی اولیش باقی نمونده. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. از اونجایی که این وعده ها دیگه هیچ شباهتی به روزگار امروز مردم نداره، این حرف های خمینی رو دیگه توی تیویریش هم پخش نمی کنن. به جای اون این یارو رو آوردن تا خرابکاری های اون روز امامشون رو ماسمالی کنه. این شما و جدیدترین نسخه ماسمالی خمینی بی احساس. ممکنه محبت بفرمایید ما بگیم چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟ امام تو هواپیما هیچی نداشت. ازش پرسیدن چیز بهمن 12 بهمن چند روز دیگه میشه. بله 12 بهمن که امام خواست بیاد تو هواپیماش مصاحبه کردن، گفتن چه احساسی داری که میخوای برگردی ایران؟ بله هیچ. شاپور بختیار هم اون زمان حکومت داشت، همه چیز دستش بود، قوای مسلح و همه چیز داشت. امام هیچی نداشت، آرام بود. شاپور بختیار همه چیز داشت، دلهره داشت. هرچی زمان میگذره آخوندهای پسمونده خمینی دست بازتری تو خالیبندی و جعل خاطره به خودشون میدن، تا جایی که مدعی میشن که به خمینی گفته بودن اگر چیزی شد قراره چند تا آخوند رو پیش پاش بتره کنن. بعد دیگه توی این کار انقلاب بودم و 12 بهمن وقتی شد ما از افراد 12 نفر بودیم، من و شهید اسماعیل صادقی و بعضی از عزیزان. بنا بود که توی فرودگاه اگر یه وقت مانع بشن یه وقت تانگاه حرکت بکنه در ورود امام از افراد بودیم که بنا بود خودمون رو فدا بکنیم. و شهید مطهری 2-3 بار برای ما صحبت کرد که ما رو امتحان بکنه که آیا واقعا ما خودمون منفجر خواهیم کرد، یعنی فدایی امام. ما دید که به همین صورت بود و اینها، ما هم ایفای وظیفه میکردیم. به تازگی معلوم شد که این داستان امام مقوایی خیلی هم جدید نیست. همون روزها که خمینی اومده بود طرح شورتکات درست کردن از امام وجود داشته. اومده بودیم تهران بریم استقبال حضرت امام. تو ذهن خودمون این بود که از نظر امنیتی چقدر خوبه که چند تا بدلی برای حضرت امام درست کنن که امام چند تا امام داشته باشیم که اگر دشمن قصد سوئی نسبت به حضرت امام داره جیج بشه. ما همچنین تو مردم دویدیم، جوان بودیم، با سرعت رفتیم، یه مرتبه خودمون جلوی امام دیدیم، جلوی اون پنجره. حالا یه لحظه شک کردیم که این حضرت امام اصله یا حضرت امامیست که چند تا امام طراحی کردن تو ذهن خودمون. امسال برای تکمیل آش 7 جوش خاطرات من درآوردی برای خمینی یک سس ملودیک هم درست کردن که نمونه کاملی از همخونی شکل و محتواست. حدس بزنید این همه آدم با این ریخت و قیافه دارن چی میخونن؟ پشتیبان ولایت در سایه امامت، پشتیبان ولایت در سایه امامت. حالا 35 سال بعد از کارگزاری خشت نحس نظام ولایت، پس مونده های خمینی کارشون کشیده به زهرخوری و شکلک های امام مال. این از خرچنگ نظام که دندوناش ریخته. فرهنگ مقاومت در عرصه سیاسی با فرهنگ مذاکره در تعارض نیست. اگر مذاکرات سیاسی عزتمندانه باشد خود جلوه‌ای از فرهنگ مقاومته. کسانی نیان فرهنگ مقاومت رو در تعارض با فرهنگ مذاکره قرار بدن. اینو تقویت کننده همه
این هم یک نمونه از لوسبازی‌های جواد ضخیم برای خودشیرینی جلوی طرف حساب‌های غربیش. گزارش از پای رایانه شخصی ظریف شروع شد وقتی وزیر خارجه داشت درباره نطق سالیانه اوباما یادداشت می‌نوشت. This is our response to State of the Union. Positive or negative or mixed? Well, mixed. اما با توجه به اینکه ضبط این مصاحبه دیشب تا دیر وقت در دفتر کار وزیر خارجه کشورمون طول کشید، خبرنگار CNN تماس تلفنی همسر دکتر ظریف رو هم چاشنی گزارشش کرد. نگران نباش، میام. Yeah, it is my wife. Okay, I knew it. این ادا و اصول‌ها برای سرپا کردن ماشین قر و دبه نظام همونقدر کارسازه که این یدک‌کش کارسازه. Here we go, come on, over. Oh, go on, up and over. Crap. Uh-oh. Fuck me. You have to be kidding me. توی این اوضاع زهرماری نظام که سیدعلی سینه‌خیز رفته پای میز مذاکره، این پاسدار کمبوزه میخواد با یه 7 تیر خالی برای دنیا شاخ و شونه بکشه. و با اینکه ما هم دارای قدرت نظامی فوق‌العاده ویرانگر و مخرب و تهاجمی هستیم و واقعا میتونیم منافع حیاتی قدرت‌های بزرگ رو در هر سطح دلخواهی به مخاطره بندازیم، ولی ما هرگز از گزینه نظامی در روند اقدامات و تقابل دیپلماتیک سخن نمیگیم. بابا تو اگه چیزی تو چنته داشتی موقع بستن تنگه هرمز واپس نمی‌تمرگیدی. خودت هم میدونی که یه مارمولک پخت کنه 4 تا کله معلق میزنی. میرسیم به کشفیات جدید یک متخصص امور حیوانی در رابطه با هیکل علما. اینها میومد ببینید این آدم معلومه رو خودش کار کرده، این آدم معلومه رو زبونش کار کرده، این آدم معلومه رو چشمش کار کرده. کار نکنی چشم حیوونه، خیلی ببخشید کار نکنی رو زبون، زبون حیوونه. یعنی ما چند تا حیوان داریم تو تعبیرات علمای اخلاق همینه. این هم نمونه آخوندی که روی اندامش کار نکرده و هم زبونش و هم چشمش حیوونه. فهمیدی؟ پردریست. جلو پردری در جامعه میخواد بگیره. میگه نهی از منکر چیه؟ واجبه. فهمیدی؟ نهی از منکر واجب. چرا؟ چون پردریست در جامعه. پر رو کردن مردم است نسبت به خدا. همزمان با علم کردن بساط سینمای آخوندی تو دهه زجر، این حجت الاسلام اسپیلبرگ که ادعا داره سوابق زیادی در کار بازیگری داره، اومده تا یه عمامه بذاره روی صندلی کارگردان ها. آقای هنرمند، مبلغ اسلام باید تو هنرها و فیلم ها و نمایش ها باشید، تو زوایای اسلامی. البته این کار کارشناسی داره، باید انسان‌های از حوزه علمیه، قوم، اساتید، دیگران این زوایای انعکاس اسلامی بودن رو بررسی کنن. من قبل از انقلاب دبیرستان میرفتم، ما اونجا روی کتاب پند تاریخ کار میکردیم، چندین جلده، جلسات حلقه‌ای مساجد و اینا داشتیم. ما کم کم اون موقع به فکر 2 تا کار افتادیم. یک این که باید این ادبیات رو از دل تاریخ بیرون کشید و تبدیلش کرد به یه نمایشنامه. اولین نمایش رو خودمون بازی کردیم. بنده در نقش سعید ابن جبیر فعالیتون پیسش رو نوشتیم، کار کردیم روش، من بازی کردم و
هارون الرشید هم در مقابل من بود. حالا سعید ابن جبیر رو میخواست تو این کوچه رو پیدا کنه، سر 2 ساعت طول این نمایشنامه بود. در حضور بیش از 2000 دانش آموز در مشهد دادیم. آقای مرحوم شهید هاشمی نژاد بودن. یک روند دیگه از جنگ بین آخوند با ماهواره. بعد از جواب نگرفتن از همه راهکارهای قبلی الان رسیدن به این یکی. دیدیم که طلاق ریشه های متفاوتی داره، از اقتصاد و اعتیاد گرفته تا دخالت های بیمورد و مسائل دیگه. اما در این گزارش با آدم هایی روبرو هستیم که زندگیشون با یه چیز دیگه به هم خورده، با ماهواره. البته احتمالاً الان بعضیتون دارید میخندید و میگید ماهواره چه ربطی به طلاق داره، اما باور کنید که داره. ماهواره نگاه کردن یا نکردن شما به خودتون مربوطه، اما لطفاً تاثیرات تدریجی و پنهان ماهواره ها رو رد نکنید. قابل توجه همه بسیجی هایی که این روزها غمباد و سرگیجه گرفتن. یک تفریحگاه ایدئال برای فراموش کردن همه غم و غصه ها. یه موقع خیلی غم و اندوه بر قلب شما مستولی شد، به قبرستان برید. دیدار مردگان و قبور شما رو به بی‌اعتباری دنیا دعوت میکنه و دلتون رو به آرامش میبره. با این قصه ها چیزی نمیگذره که همش تمام میشه. جدیدترین قسمت از سریال باور نکردنی ها. چگونه میتوان از راهپیمایی نمک تولید کرد؟ نمیتونم بگم، به والله نمیشه گفت. نمیتونی بپذیری. چرا؟ چون تا اونجا نباشی باور نمیکنی. تا اونجا برید امتحان کنید راهپیمایی رو. تا اونجا نباشی باور نمیتونی بکنی که اینا نمک غذاشون تو طول سال چیه؟ نمک غذا آب خشک کرده شستشوی جوراب زائر. جورابا رو با آب میشورن، اون آبو خشک میکنن، تهش یه چیزی میمونه دیگه ها، اونو میسابن، با نمک میریزن رو غذاش. این هم یک شیوه پیشنهادی مخصوص آخوندهایی که میخوان از ریششون نون بخورن. Got my ramen. I need something else. What do I put in it? Haha, sriracha sauce. حجت الاسلام راج کاپور که تا دیروز از شکم حرف میزد، حالا اونور ملودرام فرود اومده و برای تاثیرگذاری روی جوونا میخواد روزه عاطفی بخونه. اما نتیجهش این فضاحتی شده که میبینید. انسان اگر مهربون باشه ناز میکشه و اگه مهربون باشه نیاز رو برطرف میکنه. بله. آدم‌های عاطفی تحمل میکنن ناز و اشوه رو. چقدر این حدیث قشنگه، چقدر این روایت نازه. اگه کسی رو دوستش داری بهش بگو، الهی بابات قربونت بره. در انتها به یک کلاس زبان فارسی با لهجه اصفهانی میریم که البته هنرجوش اسپانیاییه. آفرین. علیه دومید آوردش. علیه دومید آوردش. علیه دومید آوردش. بردش تو بازار. بردش تو واچو. استند. چند میخری؟ گفت چند میخری؟ طبیعه گفت 2000 میخرم. گفت 2000 میخرم. قاسمیا. قاسمیا. اکبریا. با هم کشتی گرفتن. با هم کشتی گرفتن. اما هیچ کدوم نبردن. اما هیچ کدوم نبردن. اما هیچ کدوم نبردن. اما هیچ کدوم نبردن.